سرخط مهمترین خبرها: پول مهاجران در سال 2023 رکوردی شده است. در ماندن ده‌ها مهاجر تاجیک در فرودگاه مسکو، نوار از جای واقعه. و در تاجیکستان جزا برای کشیدن تنباکو سخت‌تر شد. درود بینندگان عزیز، هفته نو را برای شما شاد باش میگوییم. برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 8 ایول سال 2024 است. سال 2023 مبلغ انتقال شده به تاجیکستان 48.2% مجموع محصولات داخلی را تشکیل می‌دهد. بانک آسیای رشد می‌گوید تاجیکستان در صدر رویخط کشورها با حصه بلندترین انتقال پول نسبت به مجموع محصولات داخلی قرار گرفته است. خلاصه گزارش بانک آسیای رشد را خبرگزاری آزیا پلاس نشر کرده. در گزارش بانک آسیای رشد آمده است امکانیت محدود کار در داخل کشور شهروندان تاجیکستان را وادار می‌کند که به روسیه روند و در بخش ساختمان و خدمت‌رسانی در آن کشور جای کار جستجو نمایند. این نهاد مالی بین المللی گفته است اکثر مهاجران تاجیک مردان سنی از 15 تا 44 ساله بوده. انتقال مبلغ از جانب آنها به خراجات خانواده‌ها به خصوص به خریداری محصولات غیر آذوقه و تعلیم سهم نظر رس دارند. مقامات تاجیکستان در رابطه با این گزارش رسما چیزی نگفتند و هم چند سال است که حجم مبلغ فرستاده مهاجران را فاش نمی‌کنند. بانک آسیای رشد در تکیه به آمار بانک جهانی نوشته است سال 2023 به تاجیکستان 50.7 میلیارد دلار انتقال شد که نظر به یک سال پیش 6.6% زیاد می باشد. حجم مبلغ انتقال شده به تاجیکستان در سال 2023 برای کشور رکوردی گفته می شود. سالانه از تاجیکستان حدود 1 میلیون نفر برای کار و درآمد به خارج به خصوص به روسیه می روند. آمار دقیق مهاجران معلوم نیست ولی برخی شماره آنها را تا 2 میلیون تخمین می کنند. و اما پیدا کردن این مبلغ برای مهاجران تاجیک آسان نیست، به خصوص بعد ماه مارس امسال و حادثه کراکوس در مسکو. مهاجران تاجیک میگن وارد شدن به روسیه همانا برای شهروندان تاجیکستان مشکل است. از جمله مهاجران با ارسال این نوار از یک از فرودگاه‌های مسکو گفتند قریب 5 روز است که در فرودگاه در ماندند. صحبت مهاجران را خودتان تماشا کنید. تنها برای بخطری او ما صدای آن را کمی تغییر دادیم. سلام علیکم آقای رادیو زدی اینا аэропорт Шереметьево. اینا 200 نفر یک самолет полный депорта. 200 نفر. سеюн русуш خویم. ягон кас хабар намегира. ягон чи наметади сумкамо намета ки мо айди сумкамо ягон ном бигирем бихрем. толка меган мо аппарат мери мехри. мисори мардум пул надорам. ин аэропорт Шереметьево. 100 نفر دپور یک самолет полный депорт. فقط توجیکه. پس از حمله مرگبار به کراکوس سیتی در برخی از فرودگاه‌های روسیه صدها مهاجران تاجیک را با بهانه‌های گوناگون ساعت‌ها نگاه داشتند، اجازه گذر ندادند و به تاجیکستان برگرداندند. مقامات تاجیک ماه می امسال به مهاجران توصیه داده بودند که موقتا از رفتن به روسیه خودداری کنند. در تاجیکستان جزا برای کشیدن تنباکو در جاهای منع شده را پرزور کردند. بر اساس علاوه‌ها به قانون که اخیراً پارلمان تصویب کرد، من بعد برای کشیدن تنباکو در جاهای منع شده شخص از 216 تا 360 سومن جریمه می شود. تا این وقت برای چنین کار تا 144 سومن جریمه تعیین شده بود. در تاجیکستان کشیدن تنباکو در بینای بیمارخانه‌ها، مکتب، اداره‌ها، درآمدگاه‌های بنای استقامتی و چند جای دیگر منع است. بر اساس تغییرات نو به قانون که رادیوی آزادی 8 ایول با محتوای آن شناس شد، برای فروش محصولات تنباکو با استفاده واسطه‌های خودکار یا آپارات و در جاهایی که برای سودا پیش بینی نشدند جزا مقرر شد. بر اساس کدکس حقوق ویرانکنی مأموری برای این کار شخصان عادی را تا 504 و صاحبکاران را می توانند تا 7200 سومن جریمه بندند. دولت تاجیکستان سال 2017 قانون درباره محدود نمودن استفاده محصولات تنباکو را تصویب کرد و بر اساس آن فروش استفاده تنباکو محدود شد. ترغیب تنباکو، استعمال آن در رستوران‌ها، در نزد شفاخانه‌ها، در جایهای جمعیتی هم منع شد. در اکثر مؤسسه‌های تعلیمی تعمیر صنفخانه‌ها دوام دارد و والدین میگویند که آنها نیز سهم خود را در این کار گذاشتند. ساکنان میگویند که از فرزندان آنها برای تعمیر مؤسسه پول طلب کردند که گفته می شود برای تعمیر مؤسسه‌ها صرف می شود. در یک نظرپرسی در باختر مرکز ولایت ختلان ساکنان گفتند که برای یک خواننده از 40 تا 50 سومن برای تعمیر مکتب دادند. آنها به ما چه گفتند؟ نظرپرسی همکارانمان را یک جا می‌بینیم. برای تعمیر مکتب باید باشد. برای که آبادانی و تازگی صنفخانه خچون برای خچون خوب بود. چی بگم اگر دولت داشته باشه بکنه با خوبایی خیلی پدر و مادر بگیرن
کم چیه لازم نگاتر اگر کودک بسیار دودگی همه نمیدونم چند خواهی پدرشون دودگی مادرشون خیلی من نیست همین چی میکنه تعمیر برای چی؟ راست گپ دخیو ندارم یا 50 تومانی یا 40 تومانی دفیق ندارم دخواتیر ندارم یه ما پیش کردم تعمیر این چیه که این دستگیری خوبه نه یاردم میکنه حتما نه این دستگیری خوبه یاردم کنه باید یاردم کنه او را که دیرکتر محصول میدونم و اگه میدونیم او را ما مکتب انکشاف میامیم مکتب دانش میآموزیم وظیفه صاحب معلومات صاحب همه چی همه این حساب استادا فکر دارم که تازگیش خوبه تازگی پول به تنبو خوب میشود یکی هر روز پول گفتنشونی بزرگ میشود برای تعمیر مکتب میتونه تو برای هر روز کمیسی هم میره چی میره میگه پول میگن برای ایش هر روز پول گفتن همی پول بزرگ باید یک کس یک خیل دوره یک خیل ندوره دوشتگی میته نداشتگی یک جا بیوه همی وقته شروعیت نگه میکنی یک خانواده 5 نفره یک خیلش کمه خیلی داشته باشه میت ایما خیلی شگرانه همش کلون شده مکتب خون یک تا دوریم میتیم که یاردم با همه طرفا شده مثلا که یاری با هم دیگر وصول میشه با همه طرفا پیشروی میشه پیشروی دولت پیشروی همه طرفا میشه چی برای تعمیری مکتب برای پیشروی مکتب برای همین کسی ما همون را کسی که پیشروی همه طرفا مثلا برای پیشروی مکتب یاردم که مثلا پیشروی میشه برای دولت هم برای دولت هم برای مردم برای فرزندمون میخونن تعمیر کنن در کل مکتب یاردم کنن همه ایم مکتب انکشاف میابه همه ایم مکتب تعلیم و تربیه میگیره گرچنده که در خانه که تعلیم و تربیه که باشه در مکتب معلم کوشش میکنن که فرزندای دیگه آدم را تربیه و به کمال رسوننشون یک در جامعه همچون یک شهروندای باسواد و انتظام نمونه‌ای باشیم. بینندگان عزیز آیا شما هم برای تعمیر مکتب فرزندتان مبلغ دادید؟ می توانید در زیر برنامه نظرتان را نویسید. در پی حمله احتمالی به سرنشین اوکراینی در یک قسم از ولایت ورانژ روسیه حالت اضطراری جاری شده است. این منطقه با اوکراین همسرد می باشد. مقامات محلی گفتند حمله پهپاد یا به سرنشین به یک انبار سلاح سبب سرزدن سوختار شده است. والی ورانژ الکساندر گوسف گفت که پهپادهای اوکراینی با سیستم دفاع ضد موشکی بی‌ضرر گردانده شدند و در پی به انبار افتادن باقی مانده های آنها شبانگاه انبار سلاح در ناحیه پادگارنسک آتش گرفت. در نوارهای ویدیویی که به تلگرام راه یافته است دیده می شود که دست کم یک پهپاد به انبار میزند و در پیش صدای چندین ترکش به گوش رسیده دود غلیظ سیاه به هوا میپیچد. گوسف گفت که فعلا هیچ خبری از احتمال تلفات جانی وجود ندارد. چند ساعت بعدش او گفت که در محل سوختار حالت اضطراری جاری میکند ولی اسم آن را به زبان نآورد. طبق گزارش ها راههایی که به سمت انبار میبرند بسته شده. مقامات به بیرون بردن ساکنان محلی و به قرارگاه موقتی جای دادن آنها شروع کردند. در اوکراین دوام چند ماه اخیر در پی حمله پهپادهای روسی زیربناهای انرژی و مدنیش از کار برآمدند و در پاسخ به این حمله ها کیف مؤسسه‌های صنعتی اساساً انبارهای نفت و بنزین روسیه را هدف قرار می‌دهد چون آنها را با هدف‌های نظامی استفاده می‌کنند. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خیرامان بخازاده تماشا کنید که مهمترین واقعه‌های تاریخی در روز 8 ایول را فرا می‌گیرد. 8 ایول سال 2019 مقامات مرگ 14 زندانی در راه از خوجند و دوشنبه را زهرآلودشوی از نان نامیدند. برخی خویشاوندان محبوسان به خلاصه های مقامات شبهه دارند. قضیه‌ای که چند ماه بعد آشوب‌های پرخشونت زندان‌های خوجند و وحدت رخ داد به وجود مشکلات جدی در نظام زندان‌های تاجیکستان اشاره کرد.
8 ایول سال 2014 مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان بر پایه تحقیقات گفت از سال 2004 تا 2014 گرمایش اقلیم باعث آب شدن نزدیک 1000 پریخ در قلمرو این کشور شده است. این حالت باعث کم‌آبی و آفت‌های بیشتری طبیعی شده برای اقتصاد تاجیکستان زیان‌آور نامیده شد. 8 ایول سال 1991 در دوشنبه آوازخان منیژه سنگین تولد شده است. هنرمند فعال و حامی حقوق، سفیر حسن نیت سازمان ملل متحد سال 2021 روسیه را در آزمون بین‌المللی یورویدنیا نمایندگی کرد. هنرنمایی دختری تاجیک‌تبار موج حمله‌های لفظی و اینترنتی ملت‌گراها و نژادپرستان را به بار آورد، ولی بسیار نمایندگان هنر و موسیقی به حمایت او صدا بلند کردند. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 120 سوم برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1060 سوم ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. ممنون از همراهیتان تا آخر برنامه. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را به ما نویسید. خدا نگهدارتان.